سلام و درود میگویم با کل بینندگان برنامه‌های ما. جشن 32 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بار دیگر برایتان تبریک میگویم و بگذار تاجیکستان عزیزمان همیشه آباد و آزاد باشد و ما در فضای صلح و دوستی زندگی شیرین داشته باشیم. این نشر 31 برنامه کامنت شو است و من نعمت سلیم زاده راوی آن هستم. دوستان، در این برنامه ما اوید با سراینده سرشناس و محبوب اکثر خانم گوگوش صحبت میکنیم. برای همین بیایید ما رو ببینید تا از حیات و ایجادیات این زن به طور واضح آشنا گردید. پیش از آغاز برنامه به شما پیشنهاد میکنم که در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب ما رو با سراغ در اکران نشان داده شده پیگیری نمایید تا از جالبترین و تازه ترین خبر و گزارش ها آگاه گردید. گوگوش، ستاره درخشان ایران زمین، با پخش اعلان کنسرتش که قرار است همین تیر ماه در شویتسیا برگزار شود، گفته است که این آخرین کنسرت آوازخوانی او است و با همین با هنر آوازخوانی خداحافظی میکند. او در چندین شهرهای اروپایی ماه‌های سپتامبر، نوامبر و اکتبر کنسرت دارد و چند روز پیش برگزاری کنسرت ها را آخرین برنامه‌های هنری خود نامید. این حرفی گوگوش که گفت میخواهد با صنعت آوازخوانی خداحافظی کند بسیار از مخلصانش را غمگین کرده است. صدای گوگوش برای دو نسل خاطره و یک نوع نوستالژی است و با این سبب خبر خوشی نیست. گوگوش چند سال قبل هم در نوار گفته بود که میترسم دیر شود و حالا خیلی دیر شده است. منظورش از این حرف یعنی تصمیم به ترک صحنه بود. خبر تصمیم گوگوش برای ترک صحنه در حال صدا می‌دهد که چند هفته باز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبر مبتلا شدن او به بیماری پارکینسون چرخ میزند. به همان بابازاده، روزنامه‌نگار ایرانی تبار در توییتر خود در خصوص بیماری پارکینسون گوگوش گفته است که خانم گوگوش که مدت هاست به بیماری پارکینسون دچار است، حالا در مواجهه با این بیماری به مرحله جدید رسیده که تارهای صوتی این خواننده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. تاثیر بیماری پارکینسون به آواز او شاید مهمترین دلیل برای ترک صحنه کردن او باشد یا به تعبیر خود خواننده برای خداحافظی از صحنه خیلی دیر شده باشد. بیماری پارکینسون که حالا گوگوش با آن مبتلا است یک بیماری تبابت نشونده به حساب می رود. این بیماری به یک بارگی سبب مرگ نمی شود بلکه علامت های آن می تواند برای بیمار مشکلات دیگری را به وجود آورد و جان بیمار را به خطر اندازد. این بیماری از زمان پیدا شدن در بدن سالها طول می کشد که علامت های خطرناکش را ظاهر کند و بیمار را دچار مشکلات جدی کند. با این دلیل وقت بیماری شدت میگیرد و به مرحله آخر میرسد، نگاهبین شبانه روزی برای گرفتاران چنین بیماری حتمی به حساب میرود. با اینکه خبر بیماری او در شبکه‌های اجتماعی به برخی رسانه‌های عامیانه نشر شده و سر و صداهایی را به وجود آورده، ولی خود گوگوش بار هم به بیماریش اشاره نکرده است. نزدیکانش مهر سکوت بر لب دارند، اما بعضی رسانه‌ها بدون ذکر منبع می‌نویسند که گوگوش سالها قبل گرفتار این بیماری بود. این را هم گفت که گوگوش در چند سال اخیر بارها مسئله خداحافظی با آوازخوانیش را مطرح کرده بود. سال قبل در تلویزیون منوتو به این مسئله اشاره کرده گفته بود که به زودی این تصمیم را خواهد گرفت. مدتی بهش دارم فکر میکنم و فکر میکنم به زودی قبل از اینکه قلم منو بذاره کنار من بذاره. باید گفت که گوگوش اسطوره موسیقی فارسی زبان هاست و با هنرش قلب تمام مردم فارسی زبانان دنیا را تسخیر کرده است. تا امروز دیگر هیچ آوازخوان زن در عالم فارسی زبان ها پیدا نمی شود که تا به این سطح گوگوش رسیده و مقام داشته باشد. او حتی در غرب نیز شهرت دارد. گاهی روزنامه ها او را مدان ایران نیز خطاب می کنند. با وجود این همه شهرت، آوازه های نسبت به او در رسانه ها چاپ می شود که نام نیک او را داغدار میکنند. مسائل اولیوی او بیشتر از هر چیز دیگر مورد بحث رسانه ها
قرار گرفته است. او 4 مرتبه ازدواج کرده و هر 4 بار هم ازدواجش ناکام بوده است. در آخرین مصاحبه‌ای که او انجام داد، پرده از واقعیت‌های زندگیش برداشته شده و سبب‌های جدایی و ناکام شدن این ازدواج‌ها را مربوط به همسران خود و اشتباه بزرگ خود دانسته است. حتی به گفته این سراینده اولین اشتباهش نیز همین انتخاب اولین همسرش بود. 2 تا اشتباه بزرگم، یکی انتخاب ازدواج اولم بود. باز میخوام بگم اونجا هم چاره نداشتم، داشتم از یه زندگی فرار میکردم و اولین کسی که بهم پیشنهاد کرد رفت. گوگوش که نام اصلیش فائقه آتشین است، از زمان کودکی در کنار پدرش کارهای هنری میکرد. پدرش صابر آتشین هنرمند بود و در زمانی که گوگوش خیلی خرد بود همسر دیگر اختیار کرد. گوگوش از زمان کودکی جدا از مادر بزرگ شد و این صحیفه زندگیش را همیشه با حسرت یاد میکند. و هنوز 3 ساله بود که با شیرین زبانی و مهارت‌های خاص هنرپیشگی در صحنه درخشید و در این خردسالی بیش از پدرش در صحنه هنرنمایی و حق مزد میگرفت. اولین ساخته‌های هنری او که خود موسیقی آن را انجام داده است، ترانه قصه وفا بود. در آخرهای دهه 50 با گسترش تلویزیون، گوگوش نیز بیشتر توانست خود را معرفی نماید. محبوبیت او خیلی با سرعت از مرزهای ایران عبور کرد و او در افغانستان و تاجیکستان و برخی کشورهای سابق شوروی به اوج شهرت رسید. سال 1976 او در ورزشگاه مرکزی کابل برای مردم افغانستان کنسرت داد که آن به گفته خودش یکی از خاطرانگیزترین کنسرت‌هایش بود. در تاجیکستان نیز گوگوش در زمان شوروی خیلی مشهور بود، مخصوصا در سالهای پایان حکومت شوروی. نوارهای ثبت آواز گوگوش از طریق افغانستان به تاجیکستان آمد و محیدین علیمپور، روزنامه‌نگار و عکاس شناخته تاجیک، نخستین کسی بود که با گوگوش مصاحبه انجام داده او را در تاجیکستان نیز معرفی کرد. گوگوش بارها در صحبت با رسانه‌ها گفته است که آرزو دارد در تاجیکستان کنسرت برگزار کند. او چند سال قبل بار دیگر از این نیت خود لب گشاده گفت که روزی میآیم تاجیکستان و آنجا کنسرت میگذارم. این یک جزئی برنامه‌های هنری من خارج از امریکا است. این آرزویی که هیچ وقت عملی نشد. سرودخوانی زنان را در وطن این سراینده منع کردند و با این دلیل پخش آواز و نشر تصویر او در رسانه‌ها کاملا منع شد و 21 سال دیگر آواز نخواند. گوگوش در صحبت اخیرش با تلویزیون منوتو در این مورد گفت بیشتر وقت یا خودم را به مردم نشان نمیدادم یا نمیگذاشتم مردم مرا ببینند، یا اینکه اگر دیده میشدم بعضی‌ها واقعا محبتشان را خالصانه برای من اظهار میکردند ولی کم رنگ شده بود. باید گفت که گوگوش از روز تولد تا حالا روزگار پرمشقت را پس سر کرده است. وی روزگار کودکیش را پیش نظر آورده میگوید که در زمان کودکی مادرندرش او و برادرش را خیلی اذیت میداد و حتی میزد. با اینکه پدرش خیلی مهربانی کرده است ولی رفتارهای آن زن بر روحیه و روان او تاثیر منفی گذاشته است. از زمانی که پدر مادرم از هم جدا شدن، من و برادرم رو دست پدرم مونده بودیم. دوران سخت زندگی من از زمانی شروع شد که پدرم با یک خانومی ازدواج کرد، 13 سال باش زندگی کرد و من 13 سال از دست این خانم اذیت شد. پدر من هم تاثیر مثبت روی من داشته هم تاثیر منفی. پدر خوبی برای بچه‌هاش نبود و فکر میکنم پدرم اگر نبود و من رو صحنه نمیبرد، با خودش همراه نمیکرد، من امروز شاید روانشناس بودم، چون خیلی دلم میخواست که دانشگاه برم و رشته روانشناسی بخونم. به همین دلیل ازش متشکرم. من تا سالها فکر میکردم مادرم مرده، یعنی به من اینجوری پدرم گفته بود، ولی از یه جایی به بعد فکر میکنم 5-6 سالم بود مادرم رو دیدم ولی حال خوبی باهاش نداشتم. با همین گوگوش در زندگی خود تمام پستی و بلندی ها را دیده است.
در این خلاصه بیایید خلاصه خود این سراینده رو از شیب و فراز زندگیش و برداشتش رو میبینیم. دارایی رو دیدی، پولدار بودن، فقر رو دیدی، سختی رو دیدی، خوبی رو دیدی، آرامش رو دیدی، لذت رو دیدی، عشق رو دیدی، نفرت رو دیدی. کدام یکی از این حسای، کدام یکی از این داده هایی که جلوی پات اومده بیشتر خوشحالت کرده و کدام بیشتر غمگینت کرده؟ خیانت غمگینم کرده، محبت خالصانه خوشحالم. تماشابینان عزیز، ما با موضوع از صحنه رفتن و نرفتن گوگوش خاتمه میبخشیم، اما خبر دیگری ما نیز به همین موضوع نزدیک است، زیرا در این هفته شیرعلی جوریف هنرمند خلقی ازبکستان و تاجیکستان در سن 77 سالگی از عالم درگذشت. این مرد سر تا پا هنر نه تنها در وطنش بلکه بیرون از مرزهای ازبکستان نیز کیها نام برآورده صدها هزار مخلص و هوادار داشت. استعداد فوق‌العاده و آواز و سبک خاص سرایندگیش این هنرمند خوش‌ظرف را در مدت کوتاه مشهور نموده عزیز دل هزاران هزار دلباختگان سرود و موسیقی گردانید. شیرعلی جوریف را در تاجیکستان نیز میشناسند. همین بود که هنرمند خلقی ازبکستان شیرعلی جوریف سال 1987 با عنوان بلند هنرمند خلقی تاجیکستان سزاوار دانسته شد. از شیرعلی جوریف زیاده از 600 ترانه میراث ماند که بهترین دردانه‌های صنعت موسیقی ازبک به شمار میروند. یک مرد فیلیپینی که رزق و روزیش را از دریا یافته با ماهیداری زندگیش را پیش میبرده است، از آب مروارید بزرگی را پیدا کرده است که 34 کیلوگرم وزن و 100 میلیون دلار ارزش دارد. ماهیگیر بخبر از آن که مروارید یافته او را در یک میژه زدن میلیونر میکند، مدت 10 سال در منزل استقامتیش در زیر کت خواب نگاه داشته است. مرد خوشطالع میگوید این مروارید برایش مثل تومار بخت تمام اهل خانواده بود. زرگران اندازه مروارید را چین کرده به حیرت افتادند، چون که برش 33 سانتی متر و درازیش 66 سانتی متر بوده است. وزن مروارید 34 کیلوگرم را تشکیل نموده بیشتر از 100 میلیون دلار آمریکایی ارزش دارد. مروارید پیدا کرده ماهیگیر فیلیپینی رکورد مروارید کلانترین جهان را که به لاو تزی تعلق دارد زد. مرواریدی که ماهیگیر فیلیپینی یافته است از مروارید ماو تزی 5 مرتبه کلانتر است. انا همین طور تقدیر بعضن در یک میژه زدن انسان عادی را به میلیونر تبدیل میکند. دوستان عزیز، ما رسیدیم به فرجام برنامه کامنچا که نشر 31 آن را منظور شما گردانیدیم و ما در آخر نیز مثل خبری در بالا گفته‌مان تمنای آن را میکنیم که شما نیز شود که در یک میژه زدن پول انا همان مروارید یعنی که 100 میلیون دلار را پیدا کرده زندگیتان را باز هم زیبا گردانید. ما را در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب با نام در اکران بوده جستجو کنید و پیگیری نمایید. تا برنامه‌های بعدی خیر.